سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. اسم من نرگسه و این اول ویدیو یوتیوب منه. بچه من شغلم طراحی گرافیکه و چند ساله دارم این کار رو انجام میدم و خیلی علاقه شدیدی به کتابا دارم. میخوام توی این سری ویدیو هم که داخل چنلم میذارم میخوام بیام جلد کتابا رو ریدیزاین کنم. بعد برای کتاب اولی که میخوام طراحی کنم این کتاب رو در نظر گرفتم، کتاب هر دو در نهایت میمیرن. امروز این کتاب رو خوندم، تموم شد و اینجوری بودم که چرا یک کتابی که انقدر خوبه، انقدر داستانش جذابه، باید همچین جلدی داشته باشه، انقدر ساده، انقدر بی‌معنی و اصلا جلد کتاب به مفهوم داستان نخوره. چون که ما دو نوع طراحی جلد کتاب داریم، یا باید بر اساس مفهوم داستان باشه یا بر اساس اسم داستان. و وقتی که ما جلد کتاب هر دو در نهایت میمیرن رو میبینیم، اصلا نه به اسمش میخوره نه به مفهوم کتاب. خب بعد اگر که شما این کتاب رو نخوندید ممکنه اسپویل بشه، پس اگر که دوست ندارین اسپویل بشه نبینید ویدیو رو، ولی اگر شما که براتون فرقی نداره حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید، چون قراره در مورد کتاب کلی صحبت کنیم و آره نظرتم در مورد کتاب دوست دارم بگم. خب بچه‌ها، در مورد دو تا پسره که قراره امروز بمیرن و یه سیستم جدید اومده به نام قاصد مرگ که به روز آخری ها زنگ میزنه و میگه که آره شما امروز قراره بمیری. خب و به دو تا پسر خوشگل ما زنگ میزنه که این دو تا پسر اصلا همدیگر رو نمیشناسن، بعد میفتن توی داستان آشنایی با هم و آخرین روزشون رو خیلی خوب زندگی میکنن و کتاب به ما میگه که توی یک روز هم میشه زندگی کرد. ولی وقتی که ما جلد کتاب رو میبینیم، یه جلدیه که اصلا دو تا پسرن که حالا این قسمت رو اگر نگاه کنید یه مثلا چیز بالا سرشه به عنوان قاصد مرگ که به نظرم چون مفهوم خاصی داشته برای کسی که طراحی کرده، ولی من دوستش نداشتم. حالا من هم نمیگم خیلی خوب میتونم طراحی کنم، ولی امیدوارم طراحی که انجام میدم خیلی خوب باشه و شما دوستش داشته باشید. منم تمام سعیمو میکنم که بهترین جلد رو تحویلتون بدم. خب اول از همه من میخوام یه تقویم این وسط بذارم از روزی که این دوتا پسر فوت میشن، یعنی سال 2017 5/9. خب میخوام این قسمت بذارم، بعد داخلش دو تا پسرن که دارن به دریا نگاه میکنن و حس اون شادیه که نشون داره میده بهشون باشه و زمینش رو یه زمینه تیره شب طوری یا اینا نشون بدم. خب این چیزی که فعلا توی مغزمه و نمیدونم واقعا قراره خوب بشه یا بد، چون منم مثل شما میخوام همین الان طراحی کنم و فقط توی ذهنم این ایده رو چیدم و اصلا نمیدونم قرار روی سیستم آیا خوب بشه یا بد. پس بریم با هم دیگه ببینیم چه شکلی میشه. خب اول از همه من صفحه‌مو A4 گذاشتم. خب بچه‌ها سایز کتاب فکر کنم A5، ولی من حالا A4 گذاشتم، هیچ فرقی نداره. ولی خب شما اگر میخواید چیزی طراحی کنید حتما سایزشو بگیرید. حالا من چون که خطکش و متر نداشتم بغلم اندازه نزدم، ولی حالا چون A4 با A5 زیاد تفاوتی نداره من همون صفحه‌مو A4 گذاشتم و از قبل من عکسامو آماده کردم، یعنی عکسایی که میخوام بذارم. خب بچه‌ها این عکسامه. بچه‌ها بعد بیشتر عکسامم من از توی پینترست دانلود میکنم و شما هم به نظرم همین کارو کنید. پینترست واقعا یه فضاییه که خیلی عکس‌های متنوع، خیلی چیزهای متنوعی داره و شما هر چیزی رو که بخواید میتونید داخلش پیدا کنید. اول از همه من یه عکس تقویم پیدا کردم و بعد عکس دو تا پسر که روبروی غروبن. خب حالا من این عکسو خیلی خوشم اومد، یکی این. حالا باید هر سه تاشو بذاریم ببینیم کدومش بهتر میشه. خب اول از همه باید تقویم، حالا این تقویمو نمیدونم بذارم یا این. واقعا سخته، هر کسی میگه طراحی آسونه، طراحی گرافیک شغل آسونه، واقعا در اشتباهه، یعنی سخت‌ترین شغل دنیاست. حالا نمیشه گفت سخت‌ترین، ولی خب ببین شغله که خیلی آدمو به چالش میکشونه و من واقعا دوستش دارم.
به نظر من این سبزه، حالا ستاشون مثل همه ولی به نظر من این سبزه خیلی راحت تره. خب میکشمش میرم توی صفم. بچه‌ها این شکلی که من میکشم اشتباه، شما این کار رو نکنید. حالا من اینجوری راحت ترم و این کار رو انجام میدم. بچه‌ها اون چیزی که میخواستم در نمیاد چی؟ واقعا الان وقتی که اینو گذاشتن حس اومد سراغم. من تلاشم رو میکنم خب و امیدوارم واقعا خوب بشه. خب میذارم این گوشه و حالا عکسم رو میارم. خب عکس پسرامون اینجاست. حالا میدونی این که نزدیک غروبه اینو خیلی دوستش دارم. اینم که حالا روز و شب هستم خیلی دوستش دارم. میدونید این روز و شبه چون که کلا اینا 24 ساعت دارن زندگی میکنن دیگه. آخه چون دو تا پسر افسردن. بعد من میخوام اینو تو جلد کتابم نشون بدم که واقعا توی یک روز هم میشه زندگی کرد، میشه شاد بود، میشه به اون چیزایی که تا حالا تجربه نکردی حداقل به تعداد کمش برسی و از زندگی راضی باشی. خب حالا نمیدونم که این عکسو بذارم یا این عکسو بذارم یا این هم خیلی خوبه ولی این احساس بهتری بهم میده. حالا اینو میذارم چون قسمت آخر کتاب یه جا هست که این دوتا کنار ساحلن، جایی که پدر مادر یکی از این پسرها حالا اسمش روفوس بود میمیره و این دوستمون که اسمش متیوه میاد بهش کمک میکنه که با ترسش روبرو بشه. خب حالا اینو میذارم ببینم چه شکلی میشه. امیدوارم که خوب در بیاد. خب همینطور که گفتم مثلا چیز جالب نشد. میدونی اصلا میدونید تقویم مثلا جالب در نیامد و تصمیم گرفتم فقط دو تا پسرها رو بذارم و حالا اینکه غروب که پشت سرشونه و این پسرها ولی خیلی المان ساده میشه و یه چیز خاصی نداره. به نظرم یه ماه بیارم این وسط، یه ماه بیاد و بچه‌ها داخل اون ماهه باشن که نشونه اینکه تموم داره میشه باشه و دورش حالت تیره‌ای باشه. بذارید 3 ماه ببینم دورم. بچه‌ها ببینید توی طراحی اصلا نترسید که حالا اگر این ایدم بد شد حتما باید این ایدم رو ادامه بدم، سرسخت بدم وایسم. وقتی همون اول کاری میبینید جواب نمیده، ایدتون اون چیزی که میخواید عذاب در نمیاد، برید سراغ بعدی، برید چیزای دیگر رو امتحان کنید. اصلا به فکر این نباشید که حتما نه من این تو ذهنم بود این کار اصلا نکنید. برید سریع امتحان کنید، سریع رنگا رو عوض کنید، فونت رو عوض کنید. اصلا روی این پافشاری نداشته باشید که حتما باید این کار رو انجام بدم. خب اصلا در نمیاد. خواهید بریم تایپوگرافیش انجام بدیم بعد بیایم سراغ طراحیش. اصلا اون چیزی که توی ذهنم بود نشد. میدونی البته چون این عکسم کامله هست، خب عکس هم غروبو داره هم مثلا دو تا پسرا رو داره، فقط یه حس شادی، یه حس اون چیزی که بچه‌ها خیلی حالشون خوب بود و میخوام داشته باشه. حالا بذاریم بریم تایپوگرافیشو درست کنیم. چون همیشه الان کلا ناامید شدم اینجوری هم که اصلا ویدیو رو ادامه بدم یا ندم، چون همین الان دارم طراحی میکنم و من فقط به این ایدم فکر کرده بودم که آره مثلا میام این جدوله رو میذارم این کارو میکنم و فقط هم به همین فکر کرده بودم. به راهی دوم سوم فکر نکردم. ولی خب تجربه شد که سری بعدی به این فکر کنم که اگر یک کدوم از مراحلم جواب نداد برم سراغ بعدی. خب بچه تایپوگرافی هم همیشه با الستریتور طراحی میکنم چون خیلی راحت تر میتونم بهش مانور بدم، بالا کنم پایین کنم انجامش بدم. خب یه تایپوگرافی فارسی دوست دارم بنویسم، یه تایپوگرافی انگلیسی. بعد بچه‌ها سعی کنید بیشتر برای کاراتون، حالا چه پوستره، چه حالا کتابه، چه حالا کارت ویزیتی، سعی کنید هم برای همه کاراتون تایپوگرافی داشته باشه. حالا نمیگم تایپوگرافی سنگین، ولی خب ببینید تایپوگرافی که فونت از حالت نرمال خودش خارج شده باشه چون واقعا یه زیبایی خاصی میده. حالا مثلا من فونت رو ببرم توی اون صفحه، مطمئنم یه جلوه خاص دیگه ای داره. خب بچه‌ها اول از همه یه فونت میخوام که نه خیلی ساده باشه نه خیلی عجق بجق و خیلی چیز باشه. فعلا این توی ذهنم باشه. خیلی باحاله. البته میدونید چون یه فضای فانتزی طور داره
یکم فانتزی ترش کنم. آخه این قاصد مرگ که وجود نداره، برای من اسرائیل میگن میخوای گلومونو میبره. ولی آره چون فضای فانتزی تر داره، یه فونت فانتزی تر بین انتخاب کنی. این فونت رو دوستش دارم، نگهش می‌دارم. حالا با فونت‌های دیگه هم امتحان کنیم. اینم بد نیست. بچه‌ها به قول استادم میگه خب فونت ها رو میسازن که ما طراحای گرافیک که سوادش رو داریم، میدونیم چیکار کنیم چیکار نکنیم، بیاین تغییرشون بدیم. پس از این نترسین که یه عکس دستتون اومد، یه ویدئوی دستتون اومد، به دلخواه خودتون تغییرش بدین، بالا پایینش کنین. خیلی خیلی لذت بخش این کار. این میترام خوبه ها. ولی دوست دارم مثلا چیز فانتزی تر باشه. بچه ولی واقعا به چالش کشیدنه. اصلا طراحی کتاب رو نمیشه توی 1 ساعت 2 ساعت یا 3 ساعت طراحی کرد. حالا من خودم واقعا دارم توی این ویدیو چالش میکشم که بتونم این کارو انجام بدم، ولی ویدیوهای بعدی رو حتما سعی میکنم که بیشتر روشون فکر کنم روی طراحی کتابم. من امروز که این اصلا دیدم خیلی یوهایی به ذهنم رسید که بیام این کارو انجام بدم، طراحی رو انجام بدم. و آره به خاطر همین نتونستم زیاد روش فکر کنم، ولی ویدیوهای بعدی رو سعی میکنم که خیلی بهتر چیز کنم. این فونت خط دستی رو خیلی دوستش دارم. خب حالا بین این سه تا میدونید این پایینه رو بیشتر دوستش دارم. حالا دوتایی رو نگه میدارم، ولی ببینم اگر که این جواب نداد خوب نشد میبرم برای بعدی. خب بچه‌ها چه خبر؟ چیکارا میکنی؟ دارم با خودم حرف میزنم. خب بچه‌ها کریت آوتلاینش میکنیم که به صورت شکل در بیاد. خب هر دو در نهایت میمیرن. خب باید فونت ها در نزدیکترین حالت و در فشرده حالت ممکن قرار بگیرن، نه خیلی حالا نزدیک نه خیلی حالا دور. بچه من نمیگم مثلا تایپوگرافی سنگین انجام بدید، ولی ببینید همین که شما میایید از حالت عادیش خارج میکنید، اینها کلا خیلی زیبایی میده به کار. شاید خودتون مثلا متوجه نشید، ولی وقتی که بعد میبینید میگید که واقعا مثلا یه همچین چیزی میتونه اینقدر تغییر ایجاد کنه. میدونی چرا اینو آوردم طرف‌تر؟ چون که فضای خالی این قسمت رو کامل کنه. بعد به نهایت میمیرند. واقعا خیلی ناراحت کننده است. یعنی آخرشو که میرسی به آخرش می‌بینی که چرا مثلا کسایی که اینقدر خوب تونستن با هم توی یه روز جور بشن میتونن اونقدر راحت زندگیشون، و یکیشون مرگ اون یکی رو میبینه و خیلی بده. من دوست ندارم هیچ وقت مرگ دوستام رو جلوی چشم خودم ببینم. به نظرم خیلی خوب شد. فردا در نهایت میمیرن. یه فکر به ذهنم رسید، حالا نمیدونم خوبه یا نه. این عکس رو بذارم و داخل این ماهه تایپوگرافی رو جا بدم. خیلی باحال میشه. داخل ماهه جواب بدم، بعد پایینش اسم نویسنده و اسم کارگردان باشه و بریم سراغ عکسه و قرمزا رو یکم قرمزتر کنیم، مشکیا رو یعنی حالا نزدیک شب رو یکم تیره تر، بعد بینشون رو الان یه خط صافه اگر بشه عوض کنیم. بذار این تایپوگرافی رو بذارم. خیلی خوب شد. حالا یکم شادو اینو بهش اضافه کنیم. خیلی باحال شد. ناوی هم از اینجا تیره تر قسمت بیامد. حالا ببینید عکسمون پای بچه ها پیدا نیست. عکسمون رو توی صفحه جدا باز میکنیم. جنگوش رسمیه فوتوشاپ همون گزینه پیدا بشه خودش درست میکنه براتون. ملودی چه کیفیت عکسم فکر کنم داغونه، ولی
بچه‌ها گفتم خب رنگ قرمز این طرف بیشتر کنیم، رنگ آبی این طرف رو بزنیم باشه. خب حالا این پایین نوشته که داستانی جسورانه، دلپذیر و فراموش نشدنی درباره از دست دادن امید و قدرت دوستی که توی اول کتاب هم اومده. خب نه، این جمله اومده اول کتاب: زندگی کردن نادرترین اتفاق جهان هستی است. بیشتر مردم فقط وجود دارند. همین. دوست دارم یا این جمله رو بنویسم یا این جمله: داستانی جسورانه، دلپذیر و فراموش نشدنی درباره از دست دادن امید و قدرت دوستی. نه، اونو دوست ندارم بنویسم. حس می‌کنم این جمله خیلی باحال‌تره. زندگی کردن نادرترین اتفاق جهان هستی. به نظر من خوب شد. حالا نمیدونم المان دیگه چی بهش اضافه کنم که یکم حس بهتر بهم بده. نمیدونم چی بهش اضافه کنم، ولی تا همینجام که همراه بودید خیلی خوشحالم و این چیزی که حالا فعلا داریم، ولی امیدوارم بهتر از این بتونم ارائهش بدم. حالا من اول خیلی میگم که من خیلی میتونم طراحی کنم، آره اینجوری هم بوده، ولی الان واقعا ناامید شدم از خودم. آخه خیلی سخت بود، میدونی خیلی سخته طراحی کردن. کلا خیلی فکر میخواد، خیلی باید تمرکزتو بذاری روش. حالا من دیگه نمیدونم چی بهش اضافه کنم، ولی مثلا حس میکنم مثلا به این خیلی بهتره. آخه الان مثلا این دوتا پسری هستن که فقط زمین ساده است، فقط یه فاصله مرد اینجاست، ولی این من حداقل یکم رنگ توشه، حداقل تایپوگرافی داره، نشونه مهتاب که از شب شروع میشه داره و اینکه کلا یه 24 ساعت با هم هستن رو داره. میدونی المان نمیدونم چی بهش اضافه کنم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. تا یه ویدیو دیگه